ساعت حوالی 2 بامداد. شهروندان در اطراف تهران صدای انفجارهایی را میشنوند. تصاویری هم از فعالیت پدافند در آسمان تهران مشاهده می شود که موفق عمل می کند. سخنگوی ارتش صهیونیست‌ها بلافاصله در یک پیام تصویری از صهیونیست‌ها خواست گوش به زنگ و هوشیار باشند. رسانه‌های صهیونیستی تصویری منتشر کردند و مدعی شدند نتانیاهو و وزیر جنگ آنها از این اتاق که پناهگاهی محافظت شده زیر زمین در تل‌آویو است فرمان حمله را صادر کردند. نمایی هم از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی منتشر شد که بر روی نمایشگر اتاق عملیات تصویری گذاشته شده بود که توجه رسانه‌ها را جلب کرد. استفاده از تصویر جعلی بر روی مانیتور. فاکس نیوز گزارش داد کاخ سفید مدت کوتاهی قبل از آنکه اسرائیل حملات هوایی علیه ایران انجام دهد از آن مطلع شده بود. خبرنگار المیادین اما از تهران گزارش داد صهیونیست‌ها تلاش‌هایی برای هدف قرار دادن 3 پایگاه در استان تهران داشتند که پدافند هوایی ایران با آنها مقابله کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کردند 3 موج حمله علیه ایران انجام دادند. اما نیویورک تایمز لحظاتی پیش اعلام کرد حمله صهیونیست‌ها پایان یافته. در این سو اما طعنه و طنز ماجرا بیشتر بود. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند مردم تهران در خواب هستند و حمله را احساس نکردند و ما بیدار هستیم. معلوم نیست ما حمله کرده ایم یا آنها. چرا نخست وزیر زیر زمین است؟ عملیاتی که انجام میده باعث میشه که خون از دماغ یک هموطن هم نیاد. فارغ از آنچه گذشت و ادعای مطرح شده رژیم صهیونیستی، واکنش مردم ایران به این موضوع جالب توجه بود که حتی مورد توجه فعالان بین‌المللی شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفت. حمله اسرائیل به ایران حتی ارزش بیدار شدن از خواب رو نداشت. این واکنش بیشتر به نفع کشور ما بود و اسرائیل مثل یه پسر بچه پررو عمل کرد که هر چقدر کتکش بزنی بازم زنگ خونه رو میزنه و فرار میکنه. کل ایران رفتن رو پشت بوم. عاشقتم ایرانی. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.